من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. واقعا امیده، انگیزه رو تقویت میکنه، 1 به 10. این قسمت آیه اون 9 تاش یه کار خوب بیشتر انجام نداد. اون 9 تا تفضله، فضل خداست و رحمت خداست و کرم و سخاوت خداست. و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها، اون عدل خداست. تو قسمت اولی با فضلش با تو تعامل کرده، تو قسمت دومی با عدلش. یک کار بد انجام دادید 10 تا ننوشته، یعنی تو اولی با فضلشه، با کرمشه، با رحمشه. یک کار خوب انجام دادی 10 تا برات می‌نویسه، یکی مال خودت، 9 تاش هدیه. این رب چقدر دوست داشتنی است، این الله چقدر دوست داشتنی است. یک کار خوب انجام دادی 9 تا اضافه بهت میده، اون 9 تا مال خودشه، هدیه. یک کار خوب بیشتر انجام ندادی. تو قسمت دوم آیه با عدالتش با ما برخورد کرده. یک کار بد انجام دادید فقط یکی برات نوشته. محرومیت اگر کسی رو به چنین خدایی نیاد.